سرخط مهمترین خبرهای روز. مسکو گفت از افزایش تنش بین تاجیکستان و طالبان نگران است. انتخابات جنجالی و بی موافقه، کارمندان معارف گپ معاون وزیر را نگرفتند. و بازداشت یک بلاگر تاجیک در مسکو برای پرنگ با لباس پلیس. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. من مولا رجب یوسفی هستم. یک نماینده وزارت کارهای خارجه روسیه از تاجیکستان و حکومت طالبان که نظارت بر افغانستان را به دست دارد، خواست راه‌های از بین بردن شدت وضع در سرحد را جستجو کنند. الکسی زایتسف، معاون سردار ریاست اطلاعات و مطبوعات وزارت کارهای خارجه روسیه، روز 3 سپتامبر گفت مسکو از افزایش تنش بین تاجیکستان و طالبان نگران است. او افزود درباره از هر دو طرف به سرحد کشیده شدن نیروهای مسلح گزارش ها رسیده است. ما دعوت میکنیم که دوشنبه و کابل راههای برای هر دو جانب مناسب حل افزا را بیابند، گفت او. سخنگوی طالبان آخر هفته گذشته با نشر چند عکس در توییتر خبر داد که به ولایت تخار هممرز با تاجیکستان هزارها نیروی لشکری منصوری را فرستادند. جانب تاجیکستان در جریان سفر رئیس جمهور امام علی رحمان به ولایت بدخشان هممرز با افغانستان چند روز پی هم با اشتراک سربازان و افسران و تکنیک‌های حربی گشت نظامی برگزار کرد. پیشتر طالبان به تکرار گفتند که به کشورهای همسایه تهدید را روان نخواهند دید. طالبان روز 15 اوگوست بدون جنگ پس از فرار اشرف غنی پرزیدنت این کشور کابل را تصرف کردند و در افغانستان امارات اسلامی تشکیل کردند. با گذشت نزدیک به 2 ماه هیچ کشور این حکومت را به رسمیت نشناخته است. تاجیکستان یگانه کشور همسایه افغانستان است که حکومت طالبان را به شدت تنقید می‌کند. بر علاوه مقامات تاجیک جانبداری خود را از جبهه مقاومت، یگانه نیرویی که در ولایت پنجشیر علیه طالبان می‌جنگد، پنهان نکرده است. انتخاب رئیس اتفاق کسبه کارمندان معارف در تاجیکستان روز 3 سپتامبر جنجال برانگیز شد. معاون وزیر معارف میخواست رئیس نو را با موافقه و در حضور وزیر معارف و رئیس فدراسیون اتفاقهای کسبه جمهوری انتخاب کنند، اما وکیلان انجمن نپذیرفتند. همکارانم علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله در این انجمن شرکت داشتند و گزارش آنها را همراه می‌بینیم. بحث و رد و بدل‌های بی‌سابقه نه در انتخاب رئیس جمهوری کدام کشور بلکه در تاجیکستان هنگام انتخاب رئیس اتفاق کسبه کارمندان ساحه معارف سر زد. معاون وزیر معارف و علم تاجیکستان نخواست این انتخابات برگزار شود، ولی به نتیجه اتفاق کسبه وزارت معارف من این زمان حضور ندارم. خب نماینده کمیته اتفاق کسبه ولایت مختار کوهستان بدخشان قرار نداره در طالب. درست کوارم هست. کوارم برای مسائل جاری هم وجود داشته میتواند. ولی یگان نفر ما مستقلانه برای آموزگاران ولایت مختار کوهستان بدخشان قرار کردن نمیتوانیم محترم. یک دقیقه من خواهش دارم احترامانه کاری. بعضی وکیلان در خطاب به معاون وزیر یادآور شدند که این اداره یک نهاد مستقل است و هیچ ضرورت نیست که با دلیل به تأخیر گذاشته شود. یک دقیقه محترم، یک دقیقه من نوزکزاده زلحیه 32 ساله یگانه نامزد به مقام رئیس اتفاق کسبه کارمندان ساحه معارف بود. او طی 2 ماه همچون اجرا کننده این مقام کار کرده است. خواستار آن شد که انتخاب از سوی وکیلان انجمن به طور شفاف صورت گیرد. او هم در برنامه در جریان هم رئیس فدراسیون اتفاق کسبه مستقل کردند، هم وزیر معارف و علم جمهوری کردستان را البته که در جریان ماندگی کرد، چون که جلسه انجمن اتفاق کسبه کارمندان معارف و علم جمهوری کردستان علاقه از سال 2020 علاقه تصدیق کرده شد و در 2 ماه پیش سنه برگزاری آن نیز تصدیق کرده شد. اکثر وکیلان از این دختر جانبداری می‌کردند. با این وجود نورعلی صابرزاده پیشنهاد کرد که یک بار تنفس کوتاهی صورت گیرد، ولی کسی راضی نشد. خود او همراه معاون رئیس فدراسیون اتفاقهای کسبه جمهوری تالار را ترک کردند. پس از لحظه دوباره برگشتند. یکی از اعضایان کمیته اتفاق کسبه اروپا که رهبر اتفاق کسبه کارمندان ساحه معارف و علم قزاقستان است، خواست وکیلان در انتخاب خود مستقل باشند. در قزاقستان وزارت معارف و علم و یا هیچ مسئول حکومت هیچگاه به کارهای اتفاقهای کسبه دخالت نمی‌کردند. در آیین‌نامه اتفاق گفته شده است که آن مستقل است و از دولت وابسته نیست.
билохира 72 вакил ҳамагӣ аз номзадии нозакзода зулҳия ҷонибдорӣ карданд ва ӯ раиси иттифоқи касабаи кормандони соҳаи маориф шуд. муовини вазири маориф пас аз анҷоми ин нишаст нахост ба радиои озодӣ суҳбат кунад. иттифоқи касабаи кормандони соҳаи маориф бар асоси қонунгузории тоҷикистон як ниҳоди мустақил буда вазифаи он ҳимоя аз ҳуқуқи меҳнатии омӯзгорон мебошад. ҳарчанд огоҳон аз кори ин ниҳод дар гузашта борҳо гуфтанд фаъолияти он чандон муассир нест. бо таваҷҷӯҳ ба мустақилияти ин ниҳод ҳуқуқшиносон мегӯянд мақомоти давлатӣ ҳаққи дахолат дар интихоби раҳбари онро надорад. интихоби раиси ин иттифоқ баъди ҳар 7 сол пас баргузор мегардад. حکمتالله سیف‌الله‌زاده روزنامه‌نگار و عضو زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی در قسم طبی محبس شهری وحدت زخمی شده است. پیوندانش گفتند که به اطلاع گرفته آنها یک محبوس نیمه شب به سر او با چاینک زده است، اما انگیزه‌اش معلوم نیست. یک مسئول زندان شهری وحدت 30 سپتامبر با شرط فاش نشدن نام بر رادیو آزادی گفت محبوس اصل‌الدین ترسونوف را برای حمله به حکمتالله سیف‌الله‌زاده 10 روز به حجره جریموی انداختند و افزود حادثه هفته گذشته روی داده. سیف‌الله‌زاده برای زخمی سر طبابت میگیرد. حکمتالله سیف‌الله‌زاده که ماه‌ها باز از بیماری دل رنج میکشد و ماه ایون امسال جراحی شده است، در قسم طبی محبس بستری است. فراغت سنگین و همسری او بر رادیو آزادی گفت روز پنجشنبه به دیدن شوهرش رفت ولی به قسم طبی زندان راه نیافته با او تلفنی صحبت کرد. همسر سیف‌الله‌زاده ادعا کرد که محبوس حمله‌ور بیمار نبوده است ولی چگونه در نیمه شب به قسم طبی محبس راه یافته است معلوم نیست. مقامات رسما قضیه را شرح ندادند. این حادثه در حال روی داده است که تقریبا 3 هفته پیش سازمان خبرنگاران بدون مرز از حکومت تاجیکستان خواسته بود که حکمتالله سیف‌الله‌زاده را عفو کند چون جانش در خطر است. سیف‌الله‌زاده را در دایره پرونده‌های مربوط به حوادث ماه سپتامبر سال 2015 دستگیر و بعداً به 16 سال زندان محکوم کردند. осон ва дастрас хабарҳои навро аз канали телеграми радиои озодӣ дастрас кунед. پلیس شهر مسکو رسلان بابیف یک بلاگر زاده تاجیکستان را برای گرفتن عکس تحقیرآمیز در نزد عبادتگاه بازداشت کرده است. عکس بابیف همراه دختری در نزد عبادتگاه وسیله بلاژنکو در مسکو روز 29 سپتامبر در صفحه اینستاگرامی او پیدا شد. در این عکس دیده می شود که دختر در نزد رسلان بابیف به زانو نشسته است و در پشتش نوشته پلیس است. بعد نشر این عکس که واکنش های زیاد را به میان آورد، پلیس مسکو رسلان بابیف و دختری همراه او را بازداشت کرد. بابیف زاده تاجیکستان بوده، دانشجوی دانشگاه دولتی مسکو یا MGO است. او در اینستاگرام و تیک تاک صفحه دارد. صفحه او در اینستاگرام بیش از 100,000 پیرو یا ابونچی دارد. بعد قضیه اخیر صفحه او در اینستاگرام حالا فعال نیست. هنوز معلوم نیست که علیه رسلان بابیف با کدام بند قانون پرونده باز می شود، ولی رسانه‌های روسی نوشتند که احتمال او را برای میل اوباشی 15 شبانه روز حبس کرده بعدا از روسیه اخراج میکنند. اما برخی دیگر از رسانه‌ها نوشتند ممکن است رسلان بابیف بر اساس ماده تحقیر حسیات مذهبی به جوابگری کشند. بعد بازداشت رسلان بابیف عذر پرسید و وعده داد که دیگر این کار را نمیکند. بابیف گفت پیشتر هم برای پرانک او را به جوابگری کشیده بودند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 1 اکتبر را فرا میگیرد. 1 октябри соли 1945 дар Тоҷикистон дивизияи 201 артиши шӯравӣ мустақар шуд. Дар соли 1992 баъди суқути шӯравӣ, азбаски Тоҷикистон аз мероси низомии СССР даст кашид, ин дивизия ба ихтиёри артиши Русия гузашт ва дар соли 2005 ба пойгоҳи 201 Русия дар Тоҷикистон табдилӣ ном кард. пойгоҳи иборат аз 7000 сарбоз азимтарин ҳайати низомии Русия дар хориҷа буда, бар асоси созиш бо ҳукумати Тоҷикистон амалан ҳаққи бемаҳдудият ҳузур доштан дар хоки ин кишварро дорад. 1 октябр бо қарори маҷмӯи кулли Созмони Милали Муттаҳид аз соли 1990 ҳамчун рӯзи байналмилалии мардуми пиронсол таҷлил мешавад. ҳисоб шудааст, ки дар Тоҷикистон беш аз 5 миллион нафар нафақахӯр буда, баробар бо ин як қишри осебпазир ба шумор мераванд, чун бо нафақаи ҳадди аққал зиндагиро пеш мебаранд. аксар кӯҳансолон дар Тоҷикистон бо умеди кӯмаки фарзандон зиндагӣ мекунанд.
1 октябри соли 1937 нависанда Юсуф Акобиров таваллуд шудааст. муаллифи қиссаи вақте ки осиё бозмонд, романҳои замини падарон, норак ва китобҳои дигар, нахуст бо қиссаи осмони соф аз ҳаёти ҷавонон машҳур гашт. осори ӯ ба даҳҳо забони дунё баргардон шудааст. соли 2001 дар шаҳри Душанбе даргузашт. قرب روبل روسی نظر به اسعار سامانه باز هم پایین رفته است. قرب دلار باشد کمی بلندتر است. بیننده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه نوید بامدادی. آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. تا هفته دیگر خدا نگهدار.